توی این ویدیو پریدیم روی موتورهامون و رفتیم توی جاده و 60 کیلومتر سفر کردیم و یهویی برای اولین بار یه موجود زنده 3000 ساله رو دیدیم. تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. من داره برگشتم پشت دوربین، بعد از مدت‌های مدی برگشتم پشت دوربین. آقا ساران کنارمو داره و اینکه من با موتور تریل اومدم و این موتور رادیات نداره، برای همین خیلی داغ میکنه. ولی این موتوری که اینجاست موتور نه چندان خوب، رادیات داره که برای جاده خیلی خوبه و خنک نمیشه. نه چندان خوب موتور، نه چندان خوب. آره موتورت مالی نیسته، موتورت به درد سوراخ گوش میخوره. گم قطعش کن. خب بچه این چه همش دستی خانم درست کردم کنی؟ خانم درست کردم اینو یا جا لحی بشه. اینو من درست کردم. تو چه دروغ میگی؟ خب بچه ادامه مسیر که ما اومدیم، ما اونجا که توضیح دادیم ما نزدیک اون شهر بودیم، اونجا این کرمونه اونجا. بعد اینجا رد شدیم، اینجا سربالای زیادی داریم میره جلو، میریم توی اون کوها. اونجا روستایی هست به نام سیرچ که همیشه اونجا برف می‌داریم، اونجا برف‌بازی می‌کنیم. و یه توضیح میخوام بدم وایسا راجع به کلا کاسکتا. بچه ما شو کلا کاسکتی پوشیم، واسه چند تا دلیل میشه داشته باشه. اولین دلیل اینه که هوا نمیخوره تو صورتمون، کور نمیشه. دومین دلیل اینه که آفتاب نمیزنه تو سرمون، اشعه‌های ماورا و بنفش خورشید نمیزنه دهنمون سرویس کنه، پوستمون سرطانی بکنه. و این عینک داره بچه، نگاه کنین این عینکه. بله من میبینی عینکو، این عینکه خیلی باعث میشه که شما جذاب و سکسی به نظر بیاین. و آقا سال اینجا داره خیلی از خودش میاد به خاطر که عینکش زیباست. بله بچه اگه این ویدیو بیش از 1000 تا لایک بخوره من این کلا رو هدیه میدم به شما. سلام دوستان، حالا در حین استراحت که اینجا هستیم میخوایم بادوم بخوریم. من میخوام بخورم، به تو نمیدم. بادوم خودمه. بهنامه. بهت 5 تا میدم. 1 2 3 7 شد. پیش به سوی جاده از این طرف میرسیم به خدایان باستانی سیرچ. باشه بهنام به راه میفته، ما الان راه میفتیم پشتش حرکت کنیم. بریم. این خونه رو کی ساخته؟ قصه من نساخته، با چوب نه نساخته، تنهای تنها. یه ذره اینجا وای میسیم دوباره حرکت میکنیم. خدا سلام بچه، من خیلی خوش میگذره بهم. سفر و موتور عالیه. آره خیلی بهتر از ماشینه به نظر من. چون تو ماشین استاد سمره اینجا هی هیجان داری، چون تریلیا میخوام برن روت، هی حواست پس نمیری، به همین خاطر خیلی هیجان انگیزه. بچه سفر با موتور اصلا یه تجربه خیلی جالبی، خیلی اصلا با ماشین فرق داره. ماشین اصلا انگار نه انگار تو سفری، تو جاده ای مثلا نهایت دیگه بیرون نگاه میکنی کوه ها رو میبینی، ولی اون موتور اصلا خیلی عجیبه. نمیدونم چرا خیلی نیست میگه برو رو کی ساخته؟ قصه من نساخته، با چوب نه نساخته. یه فکر کنم 5 تا دیگه داریم. آره 5 کیلومتر دیگه داریم تا اون روستایی که میخوایم بریم. حالا تو اون روستا چی هست که ما داریم میریم؟ اون روستا صدات نمیرسه بچه‌ها. اون روستا باشه موتورها اینجا که برهوت میکنین آره تفاوت عظیمی دارن با هم. ولی ارتفاع تو خیلی کمتره و ارتفاعمون خیلی فرقی نداره. ولی هم به شدن لذت میبرم سفر موتور سواری. از این خیلی بیشتر میام این سفر زیاد. کی ساخته؟ قصه من نساخته. بچه‌ها ما همکنون وارد تونل شدیم و خیلی خوش میگذره. یه چیزی که داره خیلی سرده، نمیدونم چرا من لذت میبرم. ما بچه‌ها ما میخوام الان تونل خارج بشیم، منتظر باشیم. اینجا همونجاست که همه میرن برف‌بازی. خب بچه ما همه هم وارد روستای زیبای سیرچ شدیم. سرسبز همه جا و خنک.
تنبک میزنم عدس مصلا برای دختر شونه من. اگه راست میگی چند تا دست بالاست؟ دوتا. خب سلام دوستان، تا اینجا اگه ویدیو رو دیدین میخوام یه مسئله بهتون یادآوری کنم که الان میخوایم بریم اون موجود 3000 ساله رو ببینیم. ولی قبلش یه نکته رو یادتون باشه، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، ما رو ساب کنید، اگه نظری حتی فوش هم دارین برامون کامنت بذارین. بریم ادامه ویدیو. سروه درخت سرو 3000 ساله. حالا شاخه‌هاش پشت اینه، نمیدونم چطوری باید بریم کنارش. بچه‌ها بهتون نشون میدم نزدیک. یه راهی پیدا میشه بریم اونورم بگیریم. اینجا یه روستا خیلی خفن ییلاقی فکر کنم بهش میگن، با فاصله 50 کیلومتری از کرمونه. موتورا رو پارک کردیم پشت این و اومدیم داخل. حالا ببینید چی جلومون داریم. بهنام و یک درخت 3000 ساله. پشمام یه تنه خیلی خیلی بزرگی داره در مقایسه با بهنام. اینقدر بچگی می‌خواست خونه درختی بسازیم بعد رو اینا می‌ساختیم. یا خدایی بلنده که اصلا نمیشه بالا شدید، فقط میدونم تنش خیلی خیلی کت و کلفته در حدی که اصلا تو دوربین نمیافته. بذار کنارش وایسا ببینید الان بهنام عظمت نشون بده. بهنام وایساده. بهنام مثلا میشه 1/10 تقریبا تنه، 1/20 تنه. یه سری شاخه‌ها عجیب غریبی کت و کلفتی داره که تا بالا میره اصلا تا ابد ادامه داره. پشمام بچه میخوام انرژی خدا و طبیعت و درخت جذب. خوشحال شدم انرژی. ببین من حتی بخوام بغلش هم بکنم نمیتونم. می‌بینی داری بی احترامی می‌کنی به آثار تاریخی. نباید دست بزنی به آثار تاریخی. می‌بینی اگه همه دست بزنن این دیگه تموم میشه کلا. سار نکن این کارا رو. این کارا نکن. خیلی عجیب غریبه که این همه سالی درخت زنده مونده. چقدر عجیب. پشمام واقعا. اصلا نگاه کلش تنه است. این ما که رفت میمونه. پشمام. منو بگی ازا. خیلی عجیبه. من شدم این کار کنی خیلی جذاب به نظر میاد. جذاب بود. ما اومدیم کنار یه درخت، یه مسخره بازی شد. مثلا هر کدوم از این شاخه‌هاش خودش از یه درخت مثلا معمولیه. اینجوری فرض کنید. یعنی کدوم شاخه‌هاش از خود درخت معمولیه. جوش داره درختمون. جوش. آره یه چیزا قلپیدن ازش. اینا خیلی بزرگه، مثلا از کله من بزرگتر از کله. ما بریم اینجا بریم چیزی پهن کنیم. جوش کنم کنارش. نه بریم غذای بخوریم دیگه، موتورامون هم خرد کنیم الان میایم. این مثل درخت توی آواتار. بعد خوشبال اینه که اینجا زندگی میکنن. اینا چقدر از این انرژی فوق‌العاده جذاب این درخت بهره مند میشن، مخصوصا این دخمه که اینجاست و اینکه خیلی دوستم برم کنار درخت بشاشم. حس میکنم اینطوری میتونم انرژی های بد و منفی مو دفع کنم از بدنم. علی آیفون ساله قبل از بیمار ساله داخل بیمار کنه عوض میشه. نگاه ما نشستیم اینجا انار خوردیم، قرمه سبزی خوردیم. خب بچه ما همین الان میخوان راه بیفتیم به سمت خونه نبریم به سمت ارتفاعات که خنک‌تره. میخوام برای من با هم خیلی به هم نمیاییم. سلام دوستان، ما از اینا خوردیم. اینم بهنام. یه چشم تک داره. نگاه بچه من میخوام بهتون این زاویه بالا بگیرم. خیلی جالب و دلانگیزه جایی که ما نشستیم. ما اینجا نشستیم، به خانواده اونجا نشستن، موتورا رو گذاشتیم اینجا. سلام خوشگلم. اینا چی کار داری میکنی؟ ما خواهیم الان آشپزی کنیم. خب بعد این اجاقمون رو حالت باز در بیاوریم، لنگاشو. چه بلد میساده. You don't know how to cook, how to fire. I am the god. روشن شد بچه ها.
مرغ. خانم مرغ شما چقدر جذاب هستی. لانچ تایم. یکم تکون شده بافتش رو بچه ها ببینن. تخم مرغ و گوجه و قارچ با کره خیلی خوشمزه است، ولی نون یادم رفت. خب بچه ها ما این تخم مرغمون که خوریم به شدت خوشمزه، من تهش رو لیسیدم. سار قهوه زد برامون، قهوه قلید زد بیرون. میبینی کتری کثیف شده. کتری اسمش دیگه، قوریه. بچه این از قهوه های منه. تلخ بدون قند. بچه ها اینجا انه مرغ داریم. بچه ما همه چیمون خوردیم، غذامون رو بعد این جمع میکنیم بریم. گفتیم بریم یهو هم ساله میخواد خوش بماله به درخت. میخواد چیکار کنی آقا ساله؟ سلام. ورزش، تندرستی، قدرت، سیگما، یا علی. 1 2 3 خب حالا به هم بافیز 2 دستی. دایره با تو میرم. حالا میمون بازی. تو سوال که ما یه دوست جدیدم پیدا کردیم، اسمش هستش، یعنی در از دوست دستم که دستم له شده نگاه. بله اسمش کلثوم خانوم هستش. اینجایه. سلام. کلثوم خانوم فقط خیلی میرینه. آره 2 دقیقه ما اینجا هستیم. 4-5 یه 7-8 بار دیگه. عیناششون بده، عیناششون بچه‌ها. موتورام دارن اونجا نفس تازه میکنن، خنک میشن که بعدش بریم تا کرمون صاف. تو نمیذاری از آرامشش، هم داری کنار قینوس میگی، هی داری گم میکنی. انا ساده اومد اینجا. کند. سلام خوشگله، به نظرتون ما کجا هستیم؟ ما میخوایم با موتورا بریم ولاگ بگیریم و اینم بهنامه. برام نظر چیه؟ خدا نگهدار.